سلام دوستای خوبم، من زلیخام و امروز اومدم در مورد اینکه چطوری تاپیک 6 بگیریم صحبت بکنم براتون. خودم تقریبا یه هفته میشه که تاپیکم رو گرفتم، تاپیک 6م رو گرفتم و چسبوندم اینجا روی دیوار چون خیلی ذوق دارم براش و تمام توصیه ها و تجربه هایی که دارم تا یادم نرفته یه ویدیو دارم میگیرم و امیدوارم که براتون مفید باشه و مطمئنم که براتون مفید هست و فکر نمی کنم اینا رو جای دیگه شنیده باشید. و اینم برای کسایی که منو نمیشناسن بگم که من زلیخا هستم، 5 سال کرم، پزشکم و اینجا برای تحصیل اومدم توی بهترین دانشگاه کره و با بورسیه اومده بودم، درسم تموم شد و الان دارم تو خیابون تهران کار میکنم. و در مورد یه چیزی هم بگم که قبل از همه هر چیزی لطفاً لایک کنین، این پایین رو لایک کنین و پیجم هم سابسکرایب کنین که اگه ویدیو جدیدی گذاشتم شما هم ببینین. من توی این ویدیو دیگه توضیح نمیدم که حالا تاپیک چیه، چند تا سوال داره، چند تا بخش داره، چون کسی که این ویدیو رو میخواد ببینه قطعا اینا رو از قبل خودش میدونه. یعنی کسی که الان داره برای تاپیک 6 براش سواله که چجوری تاپیک 6 بگیریم قبلا اینا رو دیده، پس من دیگه در مورد اینکه تاپیک حالا چند سوال داره، چقدر هر کدوم زمان چقدر هست دیگه توضیح نمیدم. یه نکته که هست اینه که از سال گذشته تا الان یک نوع جدیدی از یک روش امتحان جدیدی از تاپیک اومده که کامپیوتر بیسته، یعنی قبلیا بر اساس روی کاغذ بودن ولی این روش جدیدی که هست روی کامپیوتره، یعنی سوالا رو به جای اینکه کاغذ بهتون بدن و روی کاغذ گزینه‌ها رو علامت بزنین با مداد و حالا اگه مشکلی هم پیش بیاد با غلطگیر پاک بکنین، پیپر بیس نیست دیگه، کامپیوتر بیسته، یعنی بر اساس یه کامپیوتره، سوالا رو تو کامپیوتر میبینین و رو کامپیوتر با ماوس کلیک میکنین یا قسمت رایتینگ با کیبورد تایپ میکنین. من این روش رو امتحان دادم و تاپیک 6 گرفتم و فوق العاده راحت تر از نوع بر اساس کاغذه، این رو کاغذیه و از جهات مختلف خیلی بهتر بود، برای من خیلی راحت تر بود. یکی این که تعداد سوالاش از تعداد سوالایی که روی کاغذ امتحان میدین کمتره، یعنی سوال مثلا اونجا اگه 50 تا سوال برای قسمت ایلگی دارین اینجا میشه 40 سوال، یا مثلا برای تیدگی هم همینطور سوالای 10 تایی کم میشه، زمانم به همون نسبت کمتر میشه. یعنی مثلا اگه اونجا برای قسمت لیسنینگ 1 ساعت مثلا وقت داشتین الان اینجا میشه 40 دقیقه، سوالم به همون میزان کمتر میشه و امتحان جمع و جورتریه، سوالای کمتری داره. یا تو قسمت سگی یا همون رایتینگ به جای 4 تا سوال شده 3 تا سوال و خیلی مختصر و مفید هست و اینو میخوام بهتون توصیه بکنم که اگه براتون امکانش هست به جای پیپر بیس از قسمت کامپیوتری استفاده بکنین، چون به خصوص قسمت سگیش خیلی راحت تره. ولی این یه شرط داره و اونم اینه که شما کار با کیبورد کره‌ای رو بلد باشین، یعنی تایپینگ کره‌ای، یعنی با کیبورد کره‌ای کار کردن رو بلد باشین. اگه غیر از اینه دیگه همون پیپر بیس برای شما بهتره. اگه تایپینگتون خوبه این کار رو بکنین یا از همین الان شروع بکنین تایپینگ با کیبورد کره‌ای رو. یه خوبی که این روش کامپیوتر بیس داره اینه که وقتی که شما دارین برای سگی، یعنی سگی رو می‌نویسین توی روش کاغذی، خب از این توجیه‌ها بهتون میدن، یعنی شما باید توی هر کدوم از این خونه ها یک کاراکتر بذارین و یه جمع بذارین و قوانین و قواعد مربوط به خودش هم داره. مثلا نقطه رو باید حتما جدا بذارین، یا اگه نقطه آخر بود حتما باید با کلمه قبلیش بذارین، یعنی یه سری نکاتی داره که اگه اونا رو هم رعایت نکنین ازتون نمره کم میشه. ولی توی روش کامپیوتری عین روشی است که مثلا روی ورد می‌نویسین، یعنی لازم نیست که حالا اون قواعد و قوانین رو بلد باشین، راحت عین چیزی که روی ورد می‌نویسین بدون اون برگم دیگه نیست، یعنی راحت دیگه به روش عادی تایپ می‌کنین و لازم هم نیست که اون قواعد و قوانین رو بلد باشین. یکی از علت‌های اینی هم که حالا مثلا نمره سگی ممکن بود کم بشه اینه که شما متنی که توی قسمت کاغذی امتحان نگاه میکنین دوباره بخواید ببینین چی نوشتین خیلی مثلا خونه است، اصلا متوجه نمیشین که چی نوشتین، این جورای پیچیده است و اینکه چه کلمه‌ای هست و تو ذهنتون بیاد این کلمه ها هر کدوم توی خونن یه خورده سخته. برای همین من توصیه میکنم که اگه براتون ممکنه قسمت کامپیوتری رو امتحان بدین با موس و حالا کیبورد و کامپیوتر.
یه خورده هزینهش بیشتره، یعنی تقریبا از کاغذی هزینهش 3 برابره، ولی به نظرم باز ارزششو داره. و یه نکته دیگه هم این هست که وقتی که روی کاغذی امتحان میدین، بین قسمت اول یعنی قسمت تگی و ایلگی یا سیگی، اون وسط یه 20 دقیقه بهتون وقت استراحت میدادن، درسته؟ ولی توی قسمت کامپیوتر این دیگه 20 دقیقه نیست. یعنی شما یک سر 2 ساعت و نیم میرین، از همون اول میشینین، از ساعت تقریبا 12:30 مال ما تقریبا 12:30 ظهر شروع شد تا 3:10. یعنی این تقریبا 2 ساعت و خورده ای رو شما مدام یه جا باید بشینین و اجازه این که حالا برین دستشویی هم ندارین، برین سرویس بهداشتی. و من قبل از اینکه برم نگران بودم، یعنی میگفتم چطور میشه 3 ساعت اونجا بشینیم و اگه یهو مثلا خواستم برم سرویس بهداشتی استفاده کنم چی میشه. ولی مشکلی پیش نمیاد. اگه قبل از اینکه امتحان شروع بشه بهتون وقت میدن. اگه برین و بیاین دیگه فکر نمی‌کنم وسطش براتون جای نگرانی باشه. درسته زمانش خود طولانیه، ولی اینکه حالا استرس امتحان و حالا اینکه وقت سریع میگذره دیگه جای نگرانی نیست. پس نگرانی نباشین که وای حالا اون 20 دقیقه که نیست من استرس میگیرم، من مغزم مثلا استراحت نمیکنه. یه همچین چیزی نیست. اتفاقا خیلی به نظر من بهتر بود یه سر بعد از ایلگی میرفتین توی قسمت سیگی و همه رو یه جا تموم میکردین. پس این از تفاوت‌های پیپر بیس بود و کامپیوتر بیس که من کامپیوتر رو بهشون توصیه میکنم. قسمت دوم، این که ما چه کتابایی بخونیم. ببینین من کتابای خیلی زیادی خوندم، جاهای خیلی زیادی هم امتحان کردم، ولی اونایی که از همه بهتره و من واقعا فقط از اونا نتیجه گرفتم رو بهتون میگم. اول این که بگم من هم موقعم که ایران بودم و اینجا که اومدم کره کلاس نرفتم، یعنی خودم خوندم. و اینکه خود منابعی که خوندم اینجوری بود که وقتی که ایران بودم تا تاپیک 4 کلاس‌های آنلاین خانم جلالی نسب که آدرس اینستاشون هم این زیر براتون میذارم، اینجا هم براتون می‌نویسم. من کلاس‌های خانم جلالی نسب رو رفتم و خیلی هم خوب بود، واقعا عالیه. یعنی حتی از این که شما بیاین کره و اینجا کره بخونین به نظر من خیلی بهتره. چرا؟ چون اولی که به فارسی توضیح میدن و بعد لغت‌ها معنیاش هم به فارسی بهتون میگن. یعنی شما لازم نیست معنی هر کلمه رو برین توی دیکشنری حالا ببین معنیش چی میشه از انگلیسی، حالا کامل معنی فارسیش رو بهتون هم میگه. و اون چیزایی که لازمه و کتابایی هم که میگن از دانشگاه احوا هست و یعنی یه سیستماتیک در واقع بهتون آموزش میدن. منم از همون استفاده کردم و واقعا هم عالی بود و تاپیک 4 هم تو همون ایران گرفتم. بعد حالا برای تاپیک 6 یا همون تاپیک 4 من الان که دارم برای تاپیک 6 میخونم همون منابعی رو استفاده کردم که برای تاپیک 4 هم خوندم، بجز یک کتاب که برای سیگی استفاده کردم و واقعا خوب بود، خیلی خوب بود و مرحله به مرحله تمام نکاتی که موقعی که سیگی رو میخواین یا رایتینگ رو میخواین بدین تمام نکات رو کامل گفته. یعنی اگه اون چیزی که تو اون کتاب هست رو تمرین بکنین واقعا دیگه برای سیگی مشکلی پیش نمیاد، تمام نکات رو کامل گفته. اسم کتاب این هست و من لینکش هم براتون میذارم، حالا اگه تو ایرانم هست تهیه کنین، اگه نه که توی همین لینکی که براتون میذارم میتونین تهیه بکنین. و برای لغات، من برای لغات این کتاب رو بهتون توصیه میکنم. این کتاب برعکس برای شما، درسته؟ این برعکسه. تاپیک این عکسش رو میذارم براتون. پس تاپیک این 30 days، تاپیک در 30 روز. کتاب خیلی خوبیه، تقریبا تمام لغاتی که شما تا سطح پیشرفته هم لازم دارین همه رو براتون گذاشته، با مثال هم هست هر لغت معنیش و یه مثال هم از همون. و آخر سر هم یک چک لیستی داره که تمام اون لغاتی که گفته بود رو توی این فصل مثلا گفته بود توی روز 12 مثلا لغات رو کامل اینجا براتون دوباره برای ریویو میذاره. و من این کتاب رو خیلی قبول دارم، واقعا کتاب خیلی خوبیه. و این پی دی افش هم دیدم که حالا مثلا غیر قانونی میذارن توی سایت ها و اینا، ولی خب بهتره که قانونی کتابش رو بخرین. یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، مثلا من موقعی که تاپیک 4 میخوندم برای تاپیک 4 و الان برای تاپیک 6، اون موقع میگفتم علت این که من تاپیکم در حد 4 اینه که مثلا من ضرب المثل بلد نیستم، یا از این کلمه‌های سخت هست مثلا مثل کلمه‌های دو بخشی، مثلا مثل پسک یا مثلا مثل ملنگ. این کلمه‌های دوتایی هست. من فکر کردم چون اینا رو بلد نیستم
خب تاپیکم در این حد شده و من برای تاپیک 6 که میخوام بخونم در آینده حتما باید این قسمتم رو قوی بکنم. ولی جالبیش اینه که من برای تاپیک 6 هم تا الانم هیچ ضرب المثلی رو یاد نگرفتم. یعنی من الانش هم که الانه، حالا شاید که یه ضرب المثلی بگه اونو میدونستم، ولی این که حالا یه ضرب المثلی رو بخونم و توی امتحان ازش استفاده بکنم اصلا. در واقع ضرب المثل یا این کلمات سختی که سخت دو بخشی یا کلماتی که این شکلی که شما فقط بخواید برای تاپیک ازش استفاده بکنید، من اینا رو توصیه نمی‌کنم. چون من تاپیکم یعنی سیگی هم در حد 70% شد، ولی بدون اصلا هیچ تمرینی هم برای سیگی که حالا مثلا بگین ضرب المثل براش بخونم نداشتم. به جای اینکه وقتتون رو بذارین روی مثلا ضرب المثلا یا بذارین روی اینکه کلمات سخت، کلمات خیلی پیشرفته یا کلماتی که در زندگی عادی ازشون استفاده نمیشه، یعنی کلماتی که تو این کتاب نیست، این کتاب همه کلماتو داره، به جای اینکه از اون استفاده بکنین، سعی بکنین کلماتی که خیلی رایجن و کلماتی که تو زندگی روزمره ازش استفاده میکنن اونا رو یاد بگیرین. به خاطر حالا مثلا اینکه نمره تاپیکم بره بالا، برم چند تا ضرب المثل یاد بگیرم، اصطلاح یاد بگیرم، من اینا رو توصیه نمیکنم. چون اینا خب شما اگه اینا رو بلد باشین تاپیکتون خیلی بهتر میشه، ولی برای کسی که میخواد زود و میخواد تضمینی تاپیک بخونه من اینا رو توصیه نمیکنم. بهتره اگه میخوان که توی زمان کم با یه مثلا هزینه و انرژی کم یه نتیجه خوبی بگیرین، بهتره اون چیزای ثابت، اون چیزای بیسیک و اون چیزای رایج رو اول یاد بگیرین. حالا اگه وقتتون موند، اگه دیدین در توانتون و وقتتون هست، حالا برین سراغ ضرب المثل یا مثلا چیزای دیگه. من میخوام طریقه درس خوندن خودم رو بهتون بگم، یعنی من چیکار کردم که تاپیک 6 گرفتم. اول از همه من یک دفترچه دارم که دفترچه لغاتم هست. اینجا تمام لغاتی که از همون روز اولی که کره یاد گرفتم تا الان اینجا برای خودم نوشتم. یعنی هر لغت جدیدی که یاد میگرفتم رو توی یه دفتر نوشتم. من کلا اینجوری که من منابع مختلفی داشته باشم، یعنی این کتاب بخونم بعد بیام این یکی کتابم بخونم، اون یکی کتابم برای بخونم، ذهنم آشفته میشه. برای همین علاوه بر، یعنی من الان برای لغات فقط این دوتا کتابو دارم، این دوتا کتابی که اینی که بهتون گفتم و این، فقط این دوتا رو دارم و از همین دوتا هم نتیجه گرفتم. هر موقع مثلا ویدیوهای خانم جلالی نسب رو گوش میدادم، اونجا اگه لغتی داشت لغت‌ها رو جدا توی دفتر لغتی برای خودم یادداشت می‌کردم. پس دیگه در آخر شما نگران نیستین که حالا یه دفتر لغات خانم جلالیمو بخونم، دفتر لغات کلاسمو بخونم، دفتر لغاتی که آخر فلان کتابه رو بخونم. اینجوری هم ازتون انرژی میگیره، هم ذهنتون آشفته میشه. برای همین توصیه میکنم کلا هر زبانی که میخونین همه رو یه جا داشته باشین، این خیلی بهتون کمک میکنه. بعداً هم برای مرور کردن باز بهتون کمک میکنه. یه کار دیگه هم که من میکردم اینه که شما معمولا مثلا وقتی میایین لغت میخونین اون لغت رو استفاده میکنین و حالا نگاه لغت میکنین که ببینین مثلا فارسیش چی میشه، ولی برعکسش هم این کارو بکنین. یعنی من یه لیستی از فقط معنی فارسی کلمات جدا برای خودم میذاشتم و از فارسی به انگلیسی میگفتم مثلا این کلمه‌ای که فارسیه کره‌ایش چی میشد، این کلمه مثلا حالا انجام دادن به کره میشه چی، یا مثلا عجله داشتن به کره میشه چی. وقتی بهتون بگن پپ بدن شما سریع میگین عجله داشتن، خب ولی وقتی که بهتون بگن عجله داشتن یا برعکس بخواین اینو تمرین بکنین خیلی کمکتون میکنه که یعنی به تثبیت اون لغت تو ذهنتون خیلی بیشتر کمک میکنه. مثلا من الان بخوام به شما نشون بدم این شکلی نگاه کنین، اینجوری من اینو به صورت یه نوت، این مال تقریبا 5-6 سال پیش من اینو نوشتم. اینجوری لغات رو مثلا برای خودم نوشتم: نقد کردن، مواد، مسافر، شعر، زمان. اینجوری برعکس، یعنی شعر به کره میشه چی، یا مثلا منجر شدن چی میشد. اینجوری اگه بخواین بخونین خیلی اون لغت بیشتر تو ذهنتون تثبیت میشه و سریعتر یادش میگیرین. پس یکی از روش‌های دیگه هم برای تمرین حالا لغات کلا اینه. و یه کاری که نکنین به نظرم اینه که لغاتی که شبیه هم هستن رو با هم دیگه یاد نگیرین، یعنی مقایسه نکنین. مثلا کلمه چنبو و کلمه چنبو، چنبو یعنی اطلاعات و چنبو یعنی دولت. من اون موقع که این کلمه رو یاد میگرفتم مثلا میگفتم چنبو
یعنی اطلاعات و چنبو یعنی دولت. ولی الانم که الانه بعد چندین سال هر موقع که میخوام کلمه چنبو رو بنویسم یا چنبو رو بنویسم میگم کدومش بود. یعنی هر موقع یکیشون رو میخوام بخونم اون یکی هم ناخودآگاه به ذهنم میاد و این یکی از باگ‌هایی که موقع مطالعه کردن پیش میاد. پس بهتره که این کار رو نکنین، یعنی کلمه‌ای که مشابه همن رو با هم یاد بگیریم بهتون کمک نمیکنه به نظر من. هر دفعه که این لغت رو میخونین باید به این دقت کنین که کدومش بود و این ازتون وقت میگیره و این خوب نیست. هر کلمه‌ای رو خودش جدا بدونین که با کلمه مقایسه بکنین، بدونین که بگین این بود، حالا یه رمزی براش بذارین بگین این اون بود. رمزگذاری رو من کلا پیشنهاد نمی‌کنم که بهترین کار اینه که همون لغت رو توی جمله استفاده بکنین، ازش استفاده بکنین. یعنی امروز اگه 10 تا لغت جدید یاد میگیرین اون کلمه رو حتما امروز استفاده بکنین. تو چتاتون، توی با دوستاتون صحبت میکنین، با خودتون. و یه کار دیگه هم که من میکردم و خیلی کمکم میکرد این بود که استفاده از چت جی پی تی بود. یعنی به چت جی پی تی بگین که مثلا من این 4 تا لغت رو کامل، همین به فارسی هم بگین بدون هیچ حالا روشی کامل میفهمه. بگین که من 4 تا کلمه فلان و فلان و فلان رو امروز یاد گرفتم و میخوام تمرین بشه برام. یه جمله یا متن برام بذار که از این 4 تا کلمه استفاده کرده باشه. و من مثلا لغات فرض کنین یه 20 تا لغت جدید بود که مثلا توی این هفته میخواستم اینا رو یاد بگیرم. هر روز به چت جی پی تی این 20 تا لغت رو میدادم و میگفتم یه متن باهاشون بساز که من اینا رو توی متن برام تمرین بشه. و خیلی عالی، جمله هایی که میساخت خیلی عالی بود و این جمله ها رو، این کلمه ها رو توی اون جمله هایی که میداد میدیدم قشنگ یادم میومد که آها این کلمه اینجوری استفاده میشه و یه جورایی براتون تمرین میشه. پس حتما از چت جی پی تی استفاده بکنین. مثلا من میگفتم این کلمه رو نمیتونم حفظ بکنم، یه روشی بهم بگو. روشایی که میگفت خیلی جالب بود، یعنی برای هر کلمه روشی یا جمله‌ای که براش می آورد. و پس به نظرم از چت جی پی تی هم استفاده بکنین. یعنی کلا هر کلمه‌ای معنیشو نمیدونین یا مثلا میگین این چه فرقی با اون داره، مثلا 2 تا کلمه هر معنی هر دوتاش میشه پیشرفت، ولی خب این دوتا کجا استفاده بکنم، این با اون چه فرقی داره، مثلا سایونگ با ایونگ چه فرقی داره. همه اینا رو کمکتون میکنه. و به خصوص برای رایتینگ، قسمت رایتینگ هم شما مثلا در مورد فرض کنیم سیستم آموزشی یه متنی بنویسین، حالا این متن رو به چت جی پی تی بدین، بگین این برای رایتینگ تاپیکمه، هر ایرادی داره بهم بگو، یا هر کلمه‌ای رو اشتباه استفاده کردم بهم بگو. و اینجا هم خیلی عالی بهتون جواب میده. من بیشترین استفاده که ازش میکردم از چت جی پی تی اینطوری بود که لیست اون لغاتی که برام سخت بود، اصلا نمیدونستم، هر کاری کردم حفظم نمیشد، اون لغات رو بهش میدادم و میگفتم برام جمله بساز. لغاتمو تو یه قسمت یادداشت تلگرامم گذاشته بودم و هر روز که مثلا میرفتم سر کار میدادم چت جی پی تی، میگفتم با این جمله با اینا یه متن بساز و برام میساخت و هر بار این کلمات برام دوباره تکرار و مرور میشد و این خیلی خوبه. نکته آخری هم که میخوام بهتون بگم برای قسمت سگی اینه که حتما متن رو بنویسین بچه‌ها. مثلا من خودم هیچ وقت برای سگی اون موقع که تاپیک 4 میگرفتم متن رو نمی نوشتم، یعنی میگفتم تو ذهنم انجام میدادم، یا وقتی هم که می نوشتم وقت رو نگران وقت نبودم، یعنی هم می نوشتم بعد حالا اون متنی هم که نوشته بودم تصحیحش نمی کردم، میگفتم تو ذهنم، هر تو ذهنم انجام میدادم. ولی حتما سگیتون رو بنویسین، یعنی قشنگ مثل امتحان برای خودتون وقت بذارین. یعنی مثلا بگین اون قسمت 700 کاراکتر قسمت سیگی هست که اونو مثلا میگم باید تو نیم ساعت بنویسین، به خودتون بدین نیم ساعت وقت بدین و توی اون نیم ساعت تمومش کنین، یعنی به هر جا رسیدین دست نگه دارین. من یادمه اون اوایل که برای سیگی می نوشتم اون متن رو شاید یه ساعت وقت میبرد و کاملم نبود، یعنی هنوز جا داشت که ادیتش کنم. ولی کم کم هر روز یک سیگی برای خودم می نوشتم، هر روز به مدت 1 ماه، هر روز یک متنی رو حالا از تاپیک‌های قبلی یا یه موضوعی مثلا به چت جی پی تی میگفتم یه موضوع بهم بده، یه موضوع در موردش حتما تاپیکمو مینوشتم، دوباره به چت جی پی تی میدادم، میگفتم برام تصحیح بکن و خیلی هم کمک میکرد. شما هم این کارو بکنین دیگه، رو سر موقعی که دارین امتحان میدین نگران وقت نباشین، چون شما 1 ماه از قبل اینو تمرین کردین. و حتما بنویسین، سگی رو بنویسین، تصحیحش بکنین و از اون تصحیح خودتون در نکته‌هایی که داره رو جدا یادداشت بکنین. تجربه دیگه‌ای که حالا مثلا از چت جی پی تی داشتم این بود که میگفتم
لغات رایج تاپیک، مثلا 10,000 لغت رایج تاپیک رو برام لیست بکن به ترتیب حروف الفبا و برای هر کدومشون یه مثال برام بگو و مثال رو مثلا به کره بنویس و به انگلیسی، به فارسی ترجمهش هم برام بنویس. همه اینا رو انجام میداد و شما با این روش هم میتونین، خیلی بهتون کمک میکنه. این چت جی پی تی از این نظرم بهتون کمک میکنه که یه دایره کاملی از لغات رو داشته باشین. و یه کار دیگه هم اینه که میگفتم مثلا موضوعهای رایج تاپیک 2 رو برام بنویس و لغاتی که برای هر موضوع لازمه اونا رو هم برام لیست کن. مثلا یکی از موضوعاتی که اخیراً همیشه مثلا رایج بوده توی رایتینگ، مثلا پدیده پیر شدن جمعیت. خب و لغاتی که مربوط به این پیر شدن جمعیت شما باید بدونین رو جدا برات لیست میکنم، لغات فعلایی که لازمه. یا مثلا سیستم آموزشی، یا مثلا اقتصاد، توی اقتصاد، یا مثلا توی مسائل مثلا جمعیتی کره. هر کدوم از اینا این که چه لغاتی رو باید شما در موردش بلد باشین رو جدا برات لیست میکنم و این خیلی بهتون کمک میکنه. کاری که گفتم رو انجام بدین یا در عرض 1 ماه فشرده انجام بدین، مطمئنم که جواب خیلی خوبی میگیرین، کاری که من کردم. امیدوارم این نکاتی که بهتون گفتم براتون مفید بوده باشه. اگه براتون جالب بود حتما برام لایک بذارین، پیجم هم که سابسکرایب کردین و تو کامنت هم بگین اگه هر موضوع جدیدی هست که شما میخواین در مورد اون بدونین، در مورد کره، در مورد روش درس خوندن، در مورد تاپیک، هر سوالی که دارین برام این زیر کامنت بذارین. من سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی یا توی پیج اینستاگرامم که این هست براتون بگم. مرسی که تا اینجا اومدین و میبینمتون. خدا نگهدار.